سلام بیننده گرامی، امروز چهارشنبه 13 می است، ساعت به وقت پراگ 10. حالا نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع مهم برنامه خبری امروز. من میرزا نبی خالقزاد هستم. برنامه اخباری آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می شود و ثبتش را می توانید آنجا ببینید و چون همیشه همراه ما باشید. اما خبر امروز را با یک خبری ناخوش خصوصا برای ژورنالیستان آغاز میکنم. استاد بحرالدین کمال‌الدینوف، معلم فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان و از زبانشناسان شناخته کشور، استاد چند نسل ژورنالیستان تاجیک در سن 85 سالگی درگذشت. نزدیکانش میگویند این دانشمند تاجیک یک هفته اخیر از بیماری کووید 19 رنج میکشید و اساسا در خانه طبابت میگرفت و از این بیماری عمرش گذشت. به گفته نزدیکان پروفسور، جسدی او را در یکی از قبرستان‌های محلی کلین دوشنبه دفن کردند و با افسوس می‌رسانیم که گلنار کمال‌الدینووا، دختری 53 ساله زبانشناس شناخته‌ام، یک روز قبل از همین بیماری فوتیده است. دوستان بحرالدین کمال‌الدینوف گفتند بعضی از اعضای دیگری عائله او نیز بیمارند. بحرالدین کمال‌الدینوف 5 اکتبر سال 1935 در دهه پانغاز ناحیه اشت تولد شده است. او بعد ختم فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان کار را به حیث اسیستنت کافدره زبان تاجیکی این دانشگاه شروع کرده است. پروفسور بحرالدین کمال‌الدینوف سالها مدیر کافدره اسلوب شناسی فاکولته ژورنالیستی بود. کمال‌الدینوف از کمترین زبانشناسانی بود که از املای نو زبان تاجیکی انتقاد میکرد. اون ماه اکتبر سال 2019 در صحبت به رادیو آزادی گفته بود بحث و مناظره های چند سال اخیر در اطراف املای زبان مشکل را بیشتر کرد. و خبر دیگر، هیئت سازمان جهانی تندرستی روز 12 می ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت سرعت گسترش بیماری در تاجیکستان خیلی نگران کننده است. پاتریک کانار، رهبری هیئت، گفت تعداد بیماران هر 2-3 روز 2 برابر زیاد می شود. بنابراین وضع تشویش آور است و اندیشیدن چاره‌های ضروری را طلب می کند. هیئت سازمان جهانی تندرستی روز 1 می به تاجیکستان آمد که شبهه و گمان درباره نبودن بیماران کووید 19 در کشور زیاد شده بود. مقامات رسمی تا روز 3 اپریل میگفتند که در تاجیکستان یگان مورد سرایت کووید 19 ثبت نشده است، هرچند تقریبا هر روز دایر به مرگ و میر از بیماری که مقامات التهاب شش میگفتند زیاد میشد. در همین حال هانس هنری کلوگه، مدیر منطقوی سازمان جهانی تندرستی در اروپا، در یک صحبت تلفنی با جمال الدین عبدالله‌زاده، وزیر تازه تعیین تندرستی تاجیکستان، گفته است سازمان آماده است با تاجیکستان برای مقابله با کرونا ویروس متخصصان زود عمل فرستد. معلوم نیست وزیر تندرستی تاجیکستان به این پیشنهاد چی پاسخ داده است، اما در شبانه روز گذشته در تاجیکستان 68 کس دیگر به کرونا ویروس مبتلا شدند. به اطلاع رسمی شمار عمومی گرفتاران روز 12 می به 729 نفر برابر شد. تا این دم 23 کس از این بیماری جان باختند در تاجیکستان. درباره آنهایی که از این بیماری شفا یافتند گزارش نیست. در برنامه امروز همچنین گزارش داریم از شهر دوشنبه که این شب روز به طور کم سابقه کم آدم است. به نظر می رسد پس از مرگ و میر آدمان از بیماری کووید و پنومونیا کرونا ویروس را جدی گرفتند و بسیاری ها گوشه‌نشینی را اختیار کردند. بازارهای غیر خوراکواری، طربخانه و فروشگاه ها بستند و صدها تاجران و آشپزها و پیشخدمت ها اکنون بیکار و بی منبع درآمد مانده‌اند. منتظر باشید، در این باره در برنامه اخباری آزادی برایتان گزارش خواهیم داد، با هم می‌بینیم. پاندمی کرونا ویروس، گوشه‌نشینی و بسته شدن بازارها نه تنها به تاجران بازارها در تاجیکستان تاثیر رساند، بلکه عین چنین وضعیت در قرقیزستان همسایه هم به نظر می رسد. تاجران داردای بزرگترین بازار آسیای میانه هم بسته است و تاجرانش بنابر قطع شدن سودا و درآمد محروم ماندند. بسیاری ها افسرده و آشفته حالند و نمیدانند بازار کی دوباره فعال می شود و هم برمیگردند به این مسئله. معلوم نیست آنها را در آینده نزدیک چه انتظار است. در برنامه امروز گزارش داریم از حال و هوای بازار داردای کنار بیشکک. ما را همراهی کنید، آن را با هم خواهیم دید. خیر و سخاوت کرامت شریپوف پس از مرگش، نزدیکان کرامت شریپوف، رهبر جنبش مهاجران کاری تاجیک، کمک‌های خیریه که او یک روز پیش از مرگش خریداری کرده بود و نیت داشت به ساکنان نادار، کمبیزاعت و معیوب یک بینای بلند آشیانه خیر کند، به آنها دادند. مرگ ناگهانی امکان نداد او با دست خود این خیر را به محتاجان رساند. گزارش از تقسیم خیریه‌های شریپوف را در برنامه اخبار خواهیم دید.
بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید و خواهش میکنیم اگر شما هم چیز دیدنی و ضرور را میدونید برای ما بفرستید. تشکر زیاد، موفق باشید.